و بریم که این بازی رو تست کنیم ببینیم چجوریه. اولش احساس میکنم یه ذره نیاز به اینترنت داره، ولی بعدش درست میشه، خوب میشه دیگه، گیرم نداره. ولی خب ترجیح من با اینترنت، چون من بدون اینترنت تست کردم نیاورد. این موضوع هست. از نظر نورپردازی و رنگ و کل محیط کاربریش باحاله، یعنی در کل یه چیز محیط جذابی داره. باترسکاچ این هم تولید کنندش، سازنده بازی. و آره، از اول که وارد بازی میشیم رنگ و نور قشنگی داره و بخش ستینگش خیلی تمیز، خوشگل، همه چیزش اوکیه و بخش آنلاین هم داره. توی بخش ورودیش 5 تا حالت داره، 5 تا مود داره که میتونید انتخاب کنید که سخت و آسون و مثلا داستانی باشه، یا من الان عادیشو میزنم چیزی که همه میرن و داره مپو باز میکنه و بریم که ببینیم چیه دیگه. موزیک خیلی خوبی داره، موزیکش واقعا باحاله. باز کن، حوصله‌ام داره سر میره. بدو دیگه. خب آورد. موزیک میگم رنگ و نورش فوق‌العاده است، داستانش اصلا همین رنگ و نور جذابی که داره. شیپرسینگ The Hero of این یه دونه قهرمانه، نمیشنستم بازیش نکردم، داستانشو نخوندم ولی خب الان میتونی که های کویت تمام شد، یعنی ترک کرد. داره میرسه، کجا میرسه نمیدونم. یهو اومد. هشدار. خب برو. کشید ترسید رفتیم گوشه میشه. خب چاک کنم بدو. استاپ نیست، بالانس شد ولی برق رفت. ران. خب کجا میره؟ اون کی اصلا دستش داره میبره؟ خراب شد. پرتاب شد بیرون الان. برقا رفت. الان انداخت بیرون. خب اول بازیمون چیزش بود، کاشتن 2. اوکی بریم که شروع کنیم. خب و شروع بازی. بازی 2 بعدیه، ولی از نور و رنگ. خب
جویس باکس. خب بریم ببینیم آها پس اینجوریه. من فکر می‌کردم که باید کلیک کنی چیز شه، ولی در کل این که جویستیک داده بهت خیلی بهترش میکنه. use your junk ability to get across. اوکی میگه اگه اینو بزنی میتونی بپری. پر میشه نه. این نگه دارم. خب بزنیم این ور چیه نمیدونم. خب پس از تو آب رد نمیشه مگر اینکه بپری. این فرفر اینا چیه؟ خب ری بلید ری روتس جمع کنیم. خب داستانش کلا اینجوریه، این داستان بقاه. خب زنده بمونی تا بتونی اینا رو بکشی و اینا، بری وسایل جمع کنی. حتما این یه همچین داستانی داره. این چی بود؟ از زمین نمیدونم وسایل جمع کنی، این گیاه رو جمع کنی، اون گلو بیاری، بعد درخت ها رو قطع کنی. یه بازی بود همچین شکلی، اسمش چی بود خدا یادم رفت. آره داستان اینجوریه. این چیه؟ بذاری بزنمت. از این رو بزنیم. اینو نمیشه زد. بودو دیگه. نمیدونم. باش اینا رو جمع کنیم. مثلا چیه؟ پاپ بارک یعنی چی؟ خب میشه ساخت اینجا. nothing to see. اوکی میشه وسایل ساخت اگه بخواید چیز کنیم. خب اول از همین رو لوت کنیم، بعدش بریم کجا میریم. یک دو شاینی باکس چیه اونجا؟ باشه میگه من شرط میبندم یه چیز خیلی قشنگ توشه. بریم توش چیه؟ یک دو کاش این یه چیزی داشت میشد زد جلوتر. قورباغه‌ش اینجا قیافه اسکلانه‌ای داره. خب یه حمله میکنن. حمله میکنه چرا؟ نه حمله نمیکنه. خب 40 غذا مزه نمیشه خورد. اینونتوری نداره. اینونتوری اینا خب ما این من نفهمیدم این چیزه چیه. 5 تا چی میده به چوبا سنگ اینا رو نفهمیدم. اینایی که این بلنده اینا چی هن؟ جونم کم شد. باشه میگه از این چمن ها نمیتونیم رد شیم مگر اینکه یه چیزی پیدا کنیم بریم چمن ها اینا رو بچینیم و اینا. بودو. خب از اینجا نمیتونیم بریم. این برم که نبود. تو آبم که نمیشه رفت. بریم بالا ببینیم. اینجا بریم داخل. این چیه؟ آخرش جوجو داشت. این چیه؟ باشه برای چی بایستم؟ چی؟ چرا آلمانی شد؟ یه شما از آسمون افتادید اون کابینه من خراب کردی ترکوندید. دیگه عمدن نکردم. دیگه بلان اگه عمدن کرده باشی نکرده باشید دیگه خراب شده دیگه.
اسمشو گفت و چیزی گفت قهرمانم و اینا. خب بابا ولم کن اینا رو. بابا تو حرف بزنم، بیا حرف بزنم. باشه میگم من بعد معذرت میخوام که این چیزی معمولی نیست. اوکی باشه برو میگه چه کاری باید بکن. چی؟ اینو داد شاینی باکس. چی؟ رسیپی چی رو داد بهمون؟ خب پس میتونیم اینا بسازیم. خب باروش کلیک کنی پسر. چه باحاله، چه چیز جالبی داره. این چیزی خودت میسازی خیلی خوبه. باشه این همون چیزی که بود که میگفت برو اون چمن‌ها اینا رو بزن. این چیه؟ خب بریم بالا بریم اینو بده. ایول من میگفتم اینا رو چجوری میشه کشت. پس با این میشه اونا رو کشت. باشه دیگه. free juice box from his popwood trip prison. اوکی prison میگه برو جویس باکس رو از چیزش زندانش آزاد کن. خب از اینجا در بیایم. ایول اینو نگهداری تون میزنه، پشت سر هم میزنه. چه بازی باحالیه. الان اینا رو میشه چیز کرد. باید این جویستیک هم بگیری که بدونی کدوم سمت میزنه. احتمالا اینا جونم دارن، نمیدونم این تبری که به ما داده جونم داری یا نه. تازه داره بازی جذاب میشه. اصلا اولش هیچ حالی نمیداد، کیف نمیداد. این چی؟ الان تازه داره میچسبه. اینجا رو بگردی کار میشه کرده با اینا. یه عالمه چیز میشه ساخت، یه عالمه قول میشه جنگ. این همونی بود که بیا جا بیا فرار نکن بیا. اوه دوباره از اول اومد. شیت. ولی خب اوکی خب حالا به ادامه این بازی رو اگر خوشتون بیاد دوباره میریم و پارت 2 هم اجرا میکنیم تا ببینیم چه چیزایی میتونیم درست کنیم، چه جایی میتونیم بریم، کیا رو میتونیم بکشیم. و اینکه مرسی که تا اینجا همراهمون بودید و دمتون گرم و امیدوارم که ویدیو بعدی قوی تر